ای برادر آکی عسکری بلای ها دلارم مایی که کوشا پام کرتی ببر منه جان محبوب ای برو با یار بگو یاریم آمد گل نرگس خریداریم آمد ای های برو بام یار بگو چشم مروشن همه یاری بی عقل کمال آمد ای ملت یار خوشو یانجوری کجایی چلچله شهر نفه کجا بدی؟ ای چه میگم افتو کار داشتم مونده شدی؟ گفتم این 8 دقیقه بشینم پیش چی گپایه؟ قراری اشتن مدرندر تو پیار تو مدرندر چی؟ میگو مدرندر تو اشتنم یعنی مدرندر تو اشتنم پیار تو اشتنم ما مدرندر ندارم ها؟ ما مدرندر ندارم میخنده هم تو که با مار کاریم همین دکری و راست میگم بیاغ ولی تو خیلی عقل داری امی زن پیار تو نیه او خب مدر من ها خود زن پیار تو مدر تو میشه اگه تو عقل کمال ایلی داری با من میگم من عقل کمال ندارم خب بیادی هم نداری میگی مدرندر تو مدر رشتکی منه با مدرندر هم کجاه او زن پیار تونه او مدر تو نیه خود زن پیار منه کی گفته نیه خب زن پیار آدم مدر آدم میشه اشته نمیشه نه پس زن ببی آدم مدر آدم میشه خود زن پیار آدم مدر آدم میشه نه تو نمیفهمی که زن من 15 سال دیگه ولی نیه زن تو چیزی شدی به ترم تو خیلی شدی بابا جان چلچله بگو همین مادر تو پیار تو یک وقتی پیار تو خیلی آدم بد اخلاق ظالمی بوده بفهمیدی؟ تو من چون نمیفهم مادر من اختلاط کردن گفتم 3 ساله بودی یا 3 ساله بودی اگه 4 ساله اگه 2 ساله بودی بالاخره هر چی شیرم خوردی به شیر خشک فرغون بس می آوردم به تو مادر تو بالاخره نمیدون که فرغون بس به مشی می آوردم تو سیکو پیار تو بد اخلاق ظالمی بود مادر تو به خودی پیار مادر تو ببو تو نمیگدشته اور سلت میکرده هر دم میگه تو بریسیا نرو به خونی پیار خونه رو به خونی مادر خونه رو انا برادر که شما دارم ماما تو وقت ماما نداشتی او وقت تو چیچیلکی بودی ماما تو طلاق مادر تو بستون مادر تو به خیالم بره به کشورم لس آنجلس لس آنجلس نه گردن من مادر تو من کجا برست شو کرده حتی با من گفت مر بستو ما گفتم خاله جان من چیچیلک یا من حتی به چی شمانم مادر تو ماست مر بستونه کی لگراش میگی گردن بند باشی مادر تو نی حقه یعنی این مادر کمال دارم این مادر اندر بنه پیار من به من چی نگفته که تو مادر اصلی تو برفته این کله پخ این مادر بستون پیار تو زن کرده مثل مادر ما تو نداری ارستکی میگی گردن بند لنگه و دروغ نمیگه به تو کی گفت اینا انا مادر اختلاط میکنن خود شما بیگونه چرا پا پیار به من چی نگفته خب پیار تو با خاطر میگه چل دل میترغونه تو دل چوکو گیاکی حاله دل پختوک برو به پیار خب بگو بابا همین مادر من انداره چرا به من نمیگی که انداره حالی ما برو مسترا گپ میزنم برو حالی تو راست میگی دل جمع باشم پشت بکو من میگم اصلا پشت به دیوال یعنی گردن ما به هم خاطر میگم یک عقل کمال بیدی نداری از اون پیش خوی داستانات یا نکنی وخه بشی وخه وانی میرو وخه لگه بده کورتی سیاه که فقط میگی پالون بپرسم که راست میگی یا دروغ میگی کورتی سیاه که فقط میگی ماه کش بوزیه هلاله بده جنگ میده پیار مادره زاده ولد از این به جنگ میده خور بخورم یاری گیله گالان گنده بدی بیلاش تو که نتر به انگلیس نیه بدو سلام علیکم بابا و علیکم سلام پیرشی
بابا بگو. شما چرا از اون وقتی که من میفهمم، از اون وقتی که من دست چپ راست خوب شناختم، خب شما چرا به من راست خو نگفتین؟ چی راست خو میگفتم؟ همین مادر منه. کدوم یک مادر کنه؟ همین مادر کال مدارم، همین مادر منه، همین مادر حقی منه. همین مادر حقیتون ها؟ بابا چرا این گپ میزنی؟ چرا؟ این مادر حقی من به کجاه؟ چرا مادر حقیتونیه؟ بابا من میته خبر شدم که شما به قدیما شما خیلی آدم ظالمی بودیم که مادر شما میزدیم، شکنجه میدادیم، از دست شما خیلی مادر بیچاره اذیت بودیم. خیلی شما آدم خدا ناترسی بودیم بابا. کلت خرابه؟ چقدر بچه با چی تو این گپا با تو کی گو؟ بابا کار خوبی نگردیم دیگه، شما چرا نگردیم؟ من هیچی نگفتیم بابا. از چی میگفتم؟ به من تنه میدن که این مادر اندرتونه، مادر راستگی دونیه. ای کی گو همی گپا تو گو؟ گیله گو بابا. اشتباه که گیله گو تو گو همی شما گپا. چرا به من نگفتین که این مادر اندرتونه؟ بابا جان این مادر اندرتونیه، مادر خواسته تونه چه؟ نیه بابا من خبر دارم. شما بگی مادر راستگی به کجاه؟ تو بدن تو باشون بری بگو. مادر کجی؟ مادر کجی؟ بله. چرا کجی گریه میکنی تو؟ چه بچه گریه میکنی؟ این دیونه شده. چرا؟ آه دیونه شده، از پیش خود میگیم دیونه شده. آه، کی چرا دیونه گریه شده بابا؟ این گپ تا دیونگی کنده تره که تو این گپ بابا میگی. شما چرا راست خود نمیگی؟ میگم. آه. حالا شما بگین که چی گپ آخه چرا گریه میکنی؟ نمیفهم کی بوده با جیله بدی چخ داده که تو مادر اندر داری. گیله گفت بابا. گیله اگه به چه همسایه گفته بیده اول زن برای کرده. همه شما زن داره. نمی زن چی دارم؟ خب میگه مادر اندر. ولی این بگو نمیفهم اشته کی گفته مادر اندره برای اشته. شما مادر منی. تو بگو. شما مادر حقی منی. خب اینه. دیو ما کمکم دیونه شده. نی من میفهم بابا من زن کردم بابا. دیگه پانازه بچه دیگه گپا بی عقلی پانازه. خود بابا نازه. و من میگی لگم سایه بگو. گفت بابا تو به قدیما خیلی آدم ظالمی بوده، خیلی آدم سختگیری بوده. از خدا نمیترسیده، روستاشو مادرتون میزده، شکنجه میکرده. مادرتون بیامدن طلاق گرفته مرگو بردن. انال باش شما رستوندن. کجیر جو تو گیلک که خوب میشناسی، خوب وای، به هم وای، اندازیه وای. و خوب سعی مفسدیه. آخه او هر چی میگه تو به خودی با تو گپا میرم باور که گپا دیونه. چرا گپ آه بابا، ساده آخه. گپا دیونه رو باور نه که نفر عمالی به شما شاهد بیارم بابا. آخه گپ از گیلک وای، باور وای، نکن وای، وای، ساده آخه. وای، چرا تو وای. گریه نکن. گریه نکن بچه گریه گریه نکن. بابا راست خب بگی راست بابا. گپ همین حقیقت خدا همینه. رو گوش کجای کن. بابا. همین گپ حال حقیقت گیله گو تو بابا گو. با اونی گیله گو. میگم بچه جو یک چیز دیگه از امروز که تو دست چپ راست خود میفهمی های کدام کمی از من بدیدی که تو شک نه. داری مادرتون میانیو نه. پس چرا تو بگم بچه جو. من باور بله. گریه نکن حالا من برم درس سال بچه نخودم. بگو دیگه نه بچه که بگو گوش به چا میندازی بگو مادرم سادی بیچاره ولشه اشته گپا گیری نکن خو این گپ نیه ای هر که هرچی به تو میگه تو هم بگو با خاله خوش باور کو مادر شمال راست خب بگی شما مادر حقی منی. اشته نیه سچ بچه کنی میگه تو جو نباشه گپا که نمیشه گپی حالا کم شما راست خب بگی شما مادر حقی ما هستی میانی. بچه جو اولا که من مادر حقیتونیم دیو من یک گپه به تو میزنم اوش کنی که جو خو از زبونی ما باز پیش پیار تو نمیگو نگی چی دیگه یعنی شطور دیدی ندیدی بچه جو اولا که من از روز اول که نصیب از این بد اخلاق شدم که این بد اخلاق به گردن میافتاد تو از روز که من تو میشناسی که من مادرتونم نه آیا کدام کمی دیدی از من تو نه. خب ندیدی نه پیار تو روز اول که تو به دنیا آمده بودی 2 سال 3 سالی بودی خب همین مادرک ترکتر تو کوب میکرد میزد مثلا همین تا دیگه بخونه پیاری نمیگدیش تو همین تا ظلم ستم به حق خیلی بوده بود گیلک جان خود چوزی میکنی؟ اشتنه آخه اشتنه دنجره کیاری؟ پس لخدا میگو او اشته یاد تو بیدگاه 25 سال پیش بیاد تو مونده چی؟ هنوز زن کردن به
که شما نسبت که نمزد شدم عروسی کردم. که زن پیار چیز گرفتیم که جیره گلک که چیز زن پیار از دور عروسی به که 25 سال پیش که عروسی کردم. میفهم یعنی میگن زن پیار چلچلر که گرفتیم. چی رقم قصه کردی؟ اودم چیزم بیام بگفتم خب من به یاد منه. من با تو کاش گیرم میگفته بریو. چی میگفتم؟ میگفته برفته به ایران رفته به ترکیه نرفته. به ترکیه نه، ما گفتم که به شهر لس آنجلس برفته مدار تو شو کردنه مستمر بستونه. اشت اختلاط کردی بریو. همین تو بیام آرا تیر میشیم اینجا میشیشت خوندن میکردن خدا چکه خب اکو چه تیر شده بشیش که مونده شدن گفتم اشتنی به چی انا به چی زن بیوه. خب انا بعد به جو بگفتم که پیار تو زن کردم انا مادر تو انا چه شده. من نگفتم مادر تو پیار ماما تو طلاق بستونم. من گفتم که مادر تو سیل برده بود. مادر تو گفتم سیل برده گم شده. خب ایلاک انا وقت تو دیگه بابا جو بد کردم به خدا بد کردم. وقت بابا جو تو دیگه بابا جو بد کردم چلی میزنی بابا. تو چه میگی؟ تو چه تو شیرین زمینی ها میکنه. تو شرم نداری؟ تو با چه مرد من جدا میکنی؟ بدون که با چه زن بیوه میگی؟ نخواه تور بگیر من نخواه ده گیلک تو پوست تور میکنم هر جا گیر کنم دیگه. تو دیگه اگه به طرف بچه مسته که کلی تو رنگ کندم آنه تو باش دیگه تو باش دیگه. به پیش میک که رسیدی بگو حالا که جلوی شما برارا نگیرم سوال و زن بچی من از من جدا میکنه. و شما چی ربطی داری تو کارا؟ امرو که جلوی شما برارا نگیرم شما زن بچی من از من جدا خواه کرده. با شما رو یک دفعه پیش برار کلونتر ازی برو به خول عبرت کردم خور شهر مایو هم نداره نمیجیستی من به تو کار داشتم. تو پوست تو رو میکنه یا نمیکنه گیله دیگه توی تو فضیله نمونده که توی تو فضیله کنی. با شما برو این خم برار تو بگیرم. میگم لالو. بله ماما. میگم شما این برو دیونو خود چه نصیحت نمیکنه برو. چرا ماما خیریته؟ ها؟ خیریته چرا؟ اشته خیریته. اگه جیله وزون نگردونی امروز صبح زن نمخونه میره. چرا ماما چی گپه؟ 25 سال پیش یاد قابله به پیش کجیر بچه من میگه که تو بچه زن بیوهی ما چون مادر اندر داری ما چون چی داری کوکو بزی فضیله برا تو کی آوردن لالو؟ تو برا خود چه نصیحت نمیکنه برا رو می؟ یعنی شما مطمئنه که برار میگیلا گفته؟ پا کی گفته؟ همین گپا کی گفته غیر از اون مفته؟ غیر از اون منافقه کی گفته این گپا؟ کجا بیدی عباس؟ میگم ماما نوروز چه کاره؟ آخه شما هم زدن خواهم نمیفهمی ماما نوروز کم زدم بله کم زدم آخه میفهمی همین بود که اب پیش ما بجستک نه که پست از دیر میکنم گیلک یا نسا شونا خواهم میگه سکو شونا سکو شتان رو بزدن میگه کی با میگه نوروز ماما نوروز کم زدیم راست میگه ماما نوروز او رمی تمی زدیم که میبردم اون به شفاخونه بستر میکردم او سیالت کرده دیگه خوب کار کردم ببخش ماما جو با یک حساب ماما طرف نوروز شما میگی. معذرت میخوام او سادی حال کمان خدای پاک به میت بلای دست از این من نمیفهم ماما که من خورد بزنم بکشم چه کار کنم ماما جو ما مردم افغانستان خاصیت مرد که مردم بکشیم بعدم از اون معذرت خواهیم که بخشش باشه و چی کار ببخشم از دست نبخشم از دست شما چی میگه کوکو خوانه من این کار کردنه خب ماما جو چه کار کنم من اگه بگفتم من ملامت اگه ای گفتی حال کو همون ساده همون تو چی میگو چرا این برو خود نصیحت نمیکنه چرا به جای نمیشونی از صبح تا شب یک نفر من کور خودی از به هر رابه که یک کار تو بگو نکنه ماما اگه دیوانی کو به دیوان خونه ببرین کوکو
چه بتن کوچه یلا میدیم پول نداره ماشین بدین. پول نداره ماشی بدیم میگه ماشی رم بودم ماما جو سه کنه چی به درد میخوره گپ کی ببخشید من نفهمیده حالی او بیعقل ساده اگه شما به دل شما خیلی درد کردن هر چیور بزنین 100 چپات هم مر کاکا جگر عمال کم تو میگم سر وقت اگه این دفعه به پولار شما به پیش بچه خوب بدیدم انگار که میتر به شما رای میکنم بچه شما که هوشیاره بگین خودی امو به پیشمون نرو بچه اون گسپند آخ میچنن میره به پیش ساگو ویر ببخشید کاکا نه زمانت ماه. چوب کو گپ نزدم خیر بینیم ماما جو ببخشید اگه چای میخوره اگه نبخشم دست شما چی میگه کاکا بیلا. گپ مفت میزنه میگم ای خود دیگه من دست این برا ساده تو چه کار کنم دیگه چیکار کنی تا کلام شه و مشکلات مگان جمع کنی. بیخی عباس من پیر شدم از دست ازی مردم هم سر پیش شدن دست بعضی که مردم هم عذاب میکنه. خود چیکار کنی؟ او مسلمون هم برارای بیام طلاق وستم. یعنی از بس که 4 گروه بشه خونه رای کده بود سال بشکن پای بشکن دست بشکن یعنی ایت وضعیت دیش. یعنی از بد اخلاق وردشن پیا بد اخلاق تو طلاق وستوندن ببردن به خونه خود. دختره ببردن به خونه خانه باز نسیمه بیچاره شدی بد اخلاق. یعنی خیره دیگه بچه جوته گریه نکو و حرف از یاد والو تو بچی میری خیره. مادر مال به کجاه؟ مادر راستکی مال به کجاه؟ مادر تو منم تو به فکر مادر خودم بکن تو کلام کجا چه بچه جو گریه نکو گریه نکن انشالله بس مامات اینا بپرسم باز بخیر خوشی بلکه مادرتان بفهمی عروس شده چون به ایران رفته کجا رفته. آره بابا ببینم. ای تا کجی میفهمی بله زدانه وضو نکردم که خود کیف کرد بگی لا بله چرا بابا مسلمون حقیقت چی بابا حقیقت دیگه دروغ گفته شما با مادر میبینم نگفتیم راست خوب کله تو خرابه اینا مادر اندر منم این همی تو نزدم چه بچه مسلمونو بزنین چرا اینجا به همین دزیه بکنه بابا همین دزی آن مادر من راست خوب بگو چی گو مادر تو آن امر بگفتم راست خوب گفتم که من مادر اندرتون و مادر راست دنیو کجی چوب شو میگم تو همون دا فکر نکردی چی فکر کنم تو همون دا فکر نکردی گل بزن به بالی فکتاست سار تو زنو های نداری بابا نداری تم بابا همین دزی شروع کردی راست خوبه که بگفتم بابا وقت برو خواهد بدرشو وقت برو دیگه بابا بشینی والا خیلی ماکی بشینیم بابا میبینیم بابا بازم همین گپ کم کده گسا راست خوبه من بگفتم راست خوبه من شما گفتم با من راست خوب همین چند سال شده شما دالی راست خوب نگفتین تو از این مدت چی که میدیدی به مدت اون گذر وقت خب بازم بابا خبرشون خوبه نه از اون مردم بشنو بچه جان بله بابا حالا که خبر شدی نشدی از این مدت چی بد دیدی هیچی خوب مداریه حالا که همون مادر تو زن برف گفت من نبود خدمت به من نمیکرد برف ساگو برای میگفتم بخونه پیار خونه رو میدیدی جلوتر بره اگه برای میگفتم پیاله چای دم که ساگو گب میزد آخه خدا من بیامده ببی تو بیامده طلاق غیر بستون ای که برفتم به هران رفتم بچه جان بابا ما چند ساله بیدون تو 3 سالی بودی 3 ساله بفهمیدی بابا اونا برفتن حال به ایران رفتن دیگه اینجا نیان که تو حال جوش میزدی یعنی مادر ما به ایران میشینم به ایران رفتم همین که لکه برفتم جلو پستا که نام جمع شدم برفتم به ایران رفتم خوب بابا من میرم کار دیگه خیلی جوش هم نزنی دیگه گپ مردم برای برابر نکو همین مادرتونه من پیارتونم بابا من به خیر خوشی بابا با خود قرار کرده پاسپورت نمیگیرم من میرم به ایران پیش مادر اینه دیوانه شدی تو من میرم بابا میگو دیوانه کجی این سر گپ نده کس من سیر بردارم ببرم به ایران ببرم پیش من